سلام. این یه مرور سریع در مورد آماده کردن فایل برای چاپ. خب، قبل از اینکه شروع کنیم، میخوام یه تشکر ویژه بکنم از شرکت محستاک که کارشون چاپ و تولید کارتون بسته‌بندیه و زحمت تهیه این مطالب آموزشی رو کشیدن. اگه مطالب بیشتری خواستین، حتما به وبسایتشون به آدرس mahstak.com یا کانال‌های آپارات و یوتیوبشون سر بزنین. ببینین، این که فایل رو درست آماده کنیم قبل چاپ خیلی مهمه. چرا؟ چون جلوی یه عالمه مشکل مثل عوض شدن رنگ‌ها، بیکیفیت شدن عکس‌ها یا حتی برش اشتباه رو میگیره. اینطوری مطمئن میشیم دقیقاً همون چیزی چاپ میشه که تو ذهنمون بوده. اولاً، تنظیمات اصلی فایل. حواستون باشه مد رنگی رو حتماً بذارین روی CMYK. این استاندارد چاپه. RGB مال صفحه نمایشه، به درد چاپ نمیخوره. رزولوشن یا همون وضوح تصویر هم باید 300 DPI باشه که کارتون تار نشه. اندازه فایل هم باید دقیقاً هم اندازه کار نهایی و خط برشش باشه. دوماً، حاشیه ها. یه فضای کوچیک اضافه بهش میگن بلید یا اضافه رنگ، معمولاً 3 تا 5 میلیمتر دور کار در نظر بگیرین. اینجوری بعد برش لبه سفید نمیمونه. از اون مهمتر محدوده امن یا سیف زون هست. یعنی چی؟ یعنی هیچ نوشته یا لوگوی مهمی رو خیلی نزدیک لبه‌های برش نذارین. یه 5 میلیمتر فاصله بدین که یهو تو برش حذف نشه. سوماً، فونت‌ها و خروجی نهایی. تمام فونت‌هایی که استفاده کردین رو تبدیل به آوتلاین یا کرو بکنین. اینجوری تو سیستم چاپخونه فونت‌ها به هم نمیریزه. قبل اینکه فایل رو بفرستین هم یه بار دیگه چکش کنین که غلط املایی یا مشکل فنی نداشته باشه. بهترین فرمت هم برای فرستادن فایل به چاپخونه معمولاً PDFX هست، چون استاندارده و همه چی رو همونطور که هست نگه می‌داره. پس خلاصش اینه که با تنظیم دقیق رنگ و رزولوشن، رعایت کردن حاشیه‌ها و گرفتن خروجی استاندارد PDFX دیگه خیالتون از کیفیت چاپ راحته. به امید اینکه این مطلب برای شما مفید بوده باشه، شما رو به دیدن باقی مطالب آموزشی تولید شده دعوت می‌کنیم.